من خوندم دخترم. ما یاسمین ناز میبینم. مدینه که تیاریش بینه خواندنش میده. السلام علیکم. سری آنالیز بردیم تیار یک دقیقه. برای ویزا ورقه تیبی تیار کردن در کار یک چند زبان که تیار میکردید خیلی؟ البته ما یک چند زبان که تیار کرده میتیم. جواب آنالیزتان خواهید به زبان تاجیکی، خواهید به زبان روسی یا اینکه به زبان انگلیسی. مرحبا. جواب آنالیزتان. رحمت کارم آسان کردن. رحمت کلام. الو، هم وجان من شدم. همه چیز تیار شد می؟ هم وجان همه جوابای آنالیز ما گرفتم. همش تیار. همین لابراتوری دیامت همش عندك قدم میبرد گفتن همینجا داده بودم. دیگر حجتام همش تیار. میبرد دخترتون نکنن. اكو یه روز همات میبروی بچم. حاضر میرم و یاسمین ولی باساشو جمع کردم به یاردم میکنم. شما به خواهر رفتن گید باغچه و نیبراتون گفتم با. معلش. خیر، جبلو. معلش خوب ناز میکنی برکه یو. خوب بچم. Hello, Miss Abby. Hello, Grandma. I'm late. I'm sorry. Hey, baby. آچا جان. آی جان. رفتی من؟ بچه داده ناز اومده می؟ ها بچم. خود که دیگه آبزی می؟ شافیر زدگی و دوام نیست گفت. مهم زنش نقض شود است. آخه درست. مهم نقض شود. حجتاشو برای ویزا تیار کردست. کمپانی کمک کنم است. من تو هی خاطر جمع رفتم میگیرد. رفتی من نباشد رفته یاسمین با یاردم تیم چیزاشو کم داشتم به. امروز با خواهش شما دخترها درباره دو تا بعد یکی برای خرابشوی ما در یاردم رساندن و رسانده ایستادن معلوماتی بیشتر تیم. یکمش ای سلیم افکت ای دخترها. ایرا هر سحر پیش ای چای خوردن میخورین 20 минут یا نیم ساعت میستین. بعدی باید плотненько завтрак میکنین چیزی که خواهین میخورین. ما به دیتا خراب میشین دخترها. بعدی که خورده شدین سرازو برین جیم دو تا دیگه ای میخورین. من دو تاگی خوردم. من دا کمتر زور آورد و یک تاگی خوردستم. 2 روز دل شما کمترک به حاضر میشه یعنی که افکت خیچه دادن میگیره و اوجه سیم روز ده پورسیای اوقاتی که شما میخوردین پورسیتون کم میشه. در دوام روز این ای چای میخورین دخترو. اچشینی ای باشه ژیری شما را او میکنه. ای باشه اشتهای شما را کمتر میکشه. اگر شما شیرینی خورک باشین بعضی ویتامین های در درون ای هست که همو اشتهای شیرینی شما را کم میکنه. من خودم همین سلطکایش کردم. خودم گارانتیش کتی فایدهش دیدم برایم که امروز خواستم که برای شما از تحت دل توصیه‌ام به نهایت بسیار پرسیدن این همین ویدیو تنها برای شما یا دارو نیستن دخترها شما میپرسید که همین دارو چند اسمه یا بعدن یعنی که ویتامین از گیاهای کوهی تیار کرده شدن. اگر شما کپسولا خورده نتونین شما میتونین که کپسولا را روی کرده در درون آب شیر چای نوش و اسمترین یک جای کرده خورین. برای زنهایی که شیرتیان حامله دارن ممکن نیست و این ویتامین برای آدم کلون کودک ضرر داره ممکن نیست. و برای فربه شدن دخترها میگن که یگام داروی فربه شوک نداره. نه داروی فربه شوک نیست فبرلیک لیکن کوکتل ها هستن. کوکتل برای خراب شوی هست. کوکتل آدم خراب میکنه در آن حالتی که شما خمیری و شیرینی نمیخورین. در حالتی که خمیری و شیرینی میخورین بالای کوکتل میخورین شما را فربه میکنه برای که ویتامین هایی که در ترکیب کوکتل هست هم ای گوشت هم ای میوگی هم از اون شیرینی که شما میکشین هم ای هوای در کوکتل هست. هم شما بخورین طبیعی شو هم کوکتل بخورین شما فربه میشوین. همه وقت سلامت باشین.